دوستان و همراهان محترم پرژن سیاتل، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به گفتگوی دیگه با افراد خلاق و تاثیرگذار جامعه ایرانی و فارسی زبان در شهر سیاتل با من خوش اومدید. گفتگوی امروز من با یک هنرمنده. سامان بعد از اتمام تحصیلاتش در مقطع فوق لیسانس مهندسی کشاورزی مسیر هنری متفاوتی رو ادامه داد. اون بعد از گذروندن دوره‌های تخصصی هنرهای چوبی الان به تدریس این هنر هم مشغوله. ورکشاپ‌های مختلفی رو برگزار کرده و در نمایشگاه‌های متفاوتی هم شرکت کرده. اگر شما هم مثل من دوست دارید با سامان عزیز بیشتر آشنا بشید و از نحوه شرکت در کلاس‌هاش هم با خبر بشید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. وای سامان، این کمد واقعیه؟ در داره؟ رخت خوابم داره. ای خود پوسترا رو بالش داره. خیلی قشنگه. بعد این سینه نگاه کن چقدر قشنگه. مرسی. خیلی قشنگه. بعد دیتیلاش خیلی جذابن. اینا رو چه شکلی واقعا ایده گرفتی درست کردی؟ اینا رو دائم عکس می‌بینم. بعد خب جاهای مختلف آدم بچه‌ام بودیم، یه سریش یادم، ولی یه سری یادمون رفته. هی عکس که می‌بینیم انگار برمیگردیم به عقب، یادمون میاد. هر کدومش هم با مثلا مواد مختلف درست شده. چوب، خمیر پلیمری یا از خمیرهای ایتالیایی دیگه، پارچه، چیزای مختلف. واقعا منو مرد قشنگ به قدیما و اون زمانا. من دقیقا همینو میخوام که هر کی ببینه بره تو خاطراتش. سامان عزیز، درود بر شما. ممنون از وقتی که در اختیار پرژن سیاتل قرار دادید. درود بر شما و مخاطبین پرژن سیاتل. ممنون. به ما بگین که اصلا این علاقه هنری شما از کجا شکل گرفت و شروع شد؟ هنر رو من تقریبا از دوره نوجوانی با نقاشی و طراحی شروع کردم. دوره‌های مختلفی رو میرفتم و بعد از اون زمان که دانشجوی لیسانس بودم شروع کردم به یادگیری این هنر، چون دیدم یه استادی اینو درست میکرد و خیلی خوشم اومد. و از اونجا که عاشق روستا و بافت کاهگلیم دیگه شروع کردم کم کم یادگیری این و برای پیشرفت دادن به این هنر باز دوره‌های مختلف دیگه رو گذروندم، مثل منبت و پیکر تراشی چوب برای ساختن مثلا درهایی که منبت کاری شده، و دوره معرق رو گذروندم برای اینکه بتونم پنجره ها و شیشه رنگی ها و اینایی که برای بعضی از خونه های شیراز هست بتونم یاد بگیرم و درست کنم. اینجا اتاق سنتی خیلی زیبایی هستش. واقعا چه ایده‌ای باعث شد که شما این اتاق به این زیبایی رو بسازید؟ اولین چیزی که باید بگم اینه که من خودم عاشق چیزای قدیمی‌ام، عاشق خاطراتم، برای همین خود همه اینا رو جمع کردم و خلاصه این فرصت پیش اومد که من تونستم اینجا رو درست بکنم. خیلی هم زیبا. و اصلا من یه چیزهایی توی این اتاق دیدم، یه دکوریشنی شما اینجا انجام دادی که واقعا آدم رو به زمانهای خیلی قدیم میبره و اصلا تایم ترافل شد همه چی. خیلی هم عالی. من اصلا خوشحالم که اینو میشنم، چون اصلا هدف همینه که هر کسی که میاد توی این اتاق برگرده به گذشته و واقعا لذت ببره از دیدن تک تک اینا، برگرده به عقب. و اینم بگم نغمه جان که تک تک این وسایل کار میکنن. اون سماور کار میکنه، بعد پنکه، تلویزیون، رادیو، همه اینا کار میکنه. خب پس ماکت نیستن، اینا همه چی واقعیه. عالی عالی. بعد از این اتاق چه استفاده هایی میکنید؟ این اتاقو خیلی وقتی که من اینجا ورکشاپ دارم، مخصوصا با ایرانیای عزیزمون، معمولا هنرجوها اینجا صبحونه میخورن، خودشون سفره میندازن، بعد دور هم میشینیم به یاد قدیما که دور سفره میشستیم، صبحونه میخوریم، خودشون جمع میکنن، عکس میگیریم اینجا و خودشون هم لذت میبرن و برمیگردن به خاطرات گذشتهشون. پس همین که میگن هم فال هم تماشا، همینه اینجاست کلاس‌های شما. خیلی زیبا. سامان عزیز، به ما بگین که شما چه موارد هنری رو اینجا آموزش میدید؟ بله حتما. هنرهایی که اینجا من به فارسی زبانهای عزیزمون یاد میدم، یکیشون این هستش که نقش برجسته است که البته مقدماتی داره تا پیشرفته، سبک‌های مختلف. من باشون تکنیک‌های رنگ و تکنیک‌های ایجاد بافت با متریال‌های مختلف رو آموزش میدم.
کلاس‌های شما خیلی تخصصیه، یعنی باید افراد پیش زمینه هنری داشته باشن یا اینکه بدون هیچ پیش زمینه‌ای هم میتونن تو این کلاس‌ها شرکت کنن؟ سوال خوبی پرسیدی نغمه جان. اصلا هیچ پیش زمینه هنری نمیخواد، مخصوصا برای دوره‌هایی که برای مقدماتیه. ما از اول همه چی رو با هم کار می‌کنیم. کارگاه شما خیلی قشنگ و خوش انرژیه واقعا. یکم هم لطفاً در مورد کلاس‌ها و ورکشاپ‌هایی که برگزار می‌کنین برامون توضیح بدید. حتما. ورکشاپ هایی که من برگزار میکنم در واقع منوط و پیکرتراشی چوبه. حالا من میخوام بهتون یه سری از کارامو نشون بدم. اینا کارهایی که همه برای مقدماتیه. اینا چوباییه که تقریبا نرمه، خیلی سفت نیست و فقط ما نیاز به یه دونه چاقو داریم برای درست کردن این حیوانای کوچولوی بامزه. و اینا هم که میبینین دوره‌های قاشق تراشی دارم از مبتدی تا پیشرفته که اینجوری ببینیم با طرح‌های مختلف کار میکنن. از قاشق‌های ساده شروع میشه تا اینکه بریم سراغ اینا. گل سر چوبی هست، از طرح‌های مختلف و سبک چوب‌های مختلف هست. در حال حاضر چه کلاس‌ها و ورکشاپ‌هایی رو شما برگزار می‌کنید؟ کلاسایی که من دارم بیشتر منوط و پیکر تراشی چوب هست، قاشق تراشی هست، هنر نقش بردسته هست، میکس میدیا که با متریال‌های مختلف کار میکنیم و سوخت نگاری روی چوب و روی چرم. سامان عزیز، خیلی ممنون از تمام اطلاعاتی که با ما امروز به اشتراک گذاشتین. بفرمایید که چه آفر و سورپرایز ویژه‌ای برای مخاطبین عزیز پرژن سیاتل دارید. خواهش میکنم، مرسی از شما که این وقت رو گذاشتین. من 10% تخفیف میدم از همین امروز برای عزیزانی که اشاره کنن از طرف پرژن سیاتل اومدن برای اینکه کلاس‌های من ثبت نام کنن تا آخر سپتامبر. دوستان عزیزم، اگر هر گونه سوالی براتون پیش اومده در رابطه با کلاس‌های سامان عزیز، ما پیج ایشون رو براتون توی همین پست تگ می‌کنیم که بتونید به طور مستقیم با ایشون در ارتباط باشید. و همینطور به جز این لوکیشن کلاس‌های مختلفی در 5 لوکیشن دیگه هم برگزار میشه. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید. و راه‌های ارتباطی با پرژن سیاتل از طریق دایرکت مسیج، شماره تلفن و ایمیلی هستش که براتون توی کپشن هم نوشته شده. تا گفتگوی بعدی، روز و روزگار خوش.